5 مکان وحشتناک دنیا. یک قبرستان لوسیت پرو. یک قبرستان باستانی با هزاران جسد. گفته می شود روح‌ها و انرژی‌های تاریک دارد. اورود برای افراد عادی هم امکان پذیر است، اما ترسناک و تاریک است. 2. جزیره اورواح، ژاپن. جزیره‌های متروکه با ساختمان‌های خراب و خالی. محل سکونت کارگران معدن در گذشته. صداهای عجیب و حضور روح‌ها گزارش شده. حالا تنها عکاسی و تورهای محدود دارد. 3. تونل‌های زیرزمینی کیف، اوکراین. شبکه‌هایی از تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی. بعضی بخش‌ها متروکه و وحشتناک است. گزارش شده صدای عجیب و ناپدید شدن افراد. ورود بدون راهنما ممنوع. 4. جنگل آوشویتس، لهستان. منطقه اطراف اردوگاه‌های سابق نازی‌ها. هنوز آثار ترسناک تاریخی و انرژی منفی دارد. بعضی مناطق برای بازدید آزاد است، ولی تجربه بسیار ترسناک است. 5. بیمارستان متروکه پرومیتز، رومانی. بیمارستان قدیمی و متروکه. شنیده شده بیماران سابق هنوز در آنجا حضور روح دارند. دیوارهای تاریک، تجهیزات خراب و فضاهای خالی باعث ترس می شود. فقط فیلمبرداری و گردش محدود مجاز است.